لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سفر حج سفر دوم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه‌های گذشته فضیلت تلبیه را و اینکه تلبیه مشتمل بر اعلان توحید و ترک هر گونه شرک است را بیان کردیم. لذا صحابی جلیل القدر حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هنگامی که حج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را توصیف می کند می فرماید: پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندای توحید بلند کردند. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه این را اعلان توحید نامید، زیرا در این تلبیه اخلاص برای الله و ترک هر گونه شرک است و این را میرساند که تلبیه صرفاً کلمات خشک و توخالی نیست که هیچ معنایی نداشته باشد، بلکه معانی بسیار بزرگ و محتوای بسیار عمیق دارد. آری، روح دین، اساس دین و زیربنایی که تمام دین بر آن استوار است در تلبیه می درخشد، توحید باری تعالی. بنابراین هر کس این کلمات را بر زبان می آورد و اعلان توحید می کند باید معانی این کلمات بزرگ را در ذهن مستحضر داشته باشد و بداند که چه دارد بر زبان می آورد، تا اینکه در این اعلان بزرگ صادقانه عمل کرده باشد و سخنش با حقیقت حالش سازگار باشد، چون مقتضای توحید این است که از آن حفاظت کند، حقوقش را مراعات کند، از تمامی آنچه مخالف با روح توحید است برحذر باشد و از هر گونه شرکی بپرهیزد. جز الله از هیچ کس و هیچ چیزی نخواهد و جز الله از کسی کمک نجوید، جز الله بر کسی توکل نکند، یاری و نصرت جز از الله نخواهد و هیچ نوعی از انواع عبادت را جز برای الله یکتا انجام ندهد. پروردگاری که بخشیدن و نبخشیدن، کم کردن و زیاد کردن، فایده و ضرر فقط در دست اوست. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا کیست که دعای درمانده را چون بخواندش اجابت می کند و بلا را می گرداند یا دور می کند و شما را جانشینان بر روی زمین می گرداند؟ آیا با الله پروردگار دیگری هست؟ چه اندک پند می گیرید. و مسلمان هنگامی که در تلبیهش می گوید لا شریک لک باید با حقیقت شرک آشنا باشد و خطر آن را درک کند و به شدت از وقوع در آن حذر داشته باشد، یا حتی از وقوع در اسباب و وسایل و راههایی که انسان را به شرک می‌کشاند. زیرا شرک بزرگترین گناهی است که در باب نافرمانی الله انجام می‌گیرد. لذا جزا و عقوبتی که شرک در دنیا و آخرت به دنبال دارد برای هیچ گناه دیگری در نظر گرفته نشده است. از میان تمامی گناهان جز با توبه قابل بخشیدن نیست. لذا
الله متعال می‌فرماید: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بدانید که الله این گناه را که برایش شریک قائل شوند نمی بخشد و هر گناهی را که فروتر از آن است برای کسی که بخواهد می بخشد و هر کس که به الله شرک ورزد در حقیقت گناه عظیمی را برساخته است. و می‌فرماید در سوره نساء آیه 116: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله این گناه را که برایش شریک قائل بشوند نمی بخشد و هر گناهی فروتر از این را برای هر کس که بخواهد می بخشد و هر کس به الله شرک ورزد دچار گمراهی دور و درازی شده است. و در سوره مائده آیه 72 می فرماید: هر کس به الله شرک آورد الله بهشت را بر او حرام می گرداند و سرا و سرانجام او دوزخ است و ستمکاران یعنی مشرکان هیچ یاوری ندارند. و در سوره زمر آیه 66 می‌فرماید: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاکرین. و به راستی بر تو و بر کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است که اگر شرک ورزی عملت تباه گردد و بیشک از زیانکاران باشی، بلکه الله را بپرست و از سپاسگزاران باش. آیاتی که در تایید این معنا در قرآن کریم آمده خیلی زیاد است که الله متعال به وسیله آنها بندگانش را از شرک برحذر می‌دارد و آنان را از شدت خطر و پیامدهای سوئی که شرک در دنیا و آخرت به دنبال دارد آگاه می‌کند. آری، شرک عاقبت وخیم و پیامدهای خطرناک و پایان دردناکی به دنبال خواهد داشت و مرتکب آن جز محرومی و پشیمانی و زیان و نامرادی فایده دیگری به دست نخواهد آورد. پس شرک بزرگترین گناه است و در حین حال بزرگترین ظلم، زیرا محتوای آن جسارت به مقام والای پروردگار جهانیان است و مرتکب این جنایت بزرگ گویا حق خالص الله را دارد به غیر الله می سپارد و غیر او را با ذات پاک او شریک و برابر می پندارد و این کار با مقصود خلقت و تصرف مطلق او تناقض و منافات کلی دارد و چنین جسارتی بزرگترین عناد و سرکشی در برابر پروردگار جهانیان است، سرکشی از طاعت و ذلت در برابر او، بلکه در این خیانت بزرگ تشبیه مخلوق به خالق یکتا و تواناست. چگونه کسی را که حتی برای خودش هیچ فایده و ضرر و مرگ و زندگی را مالک نیست میتوان با خالق کل و پادشاه کل و اختیاردار کل و مرجع کل تشبیه داد و ذاتی که همه چیز این جهان در دست اوست و همه باید به او رجوع کنند، ذاتی که آنچه بخواهد انجام میگیرد و آنچه نخواهد هرگز انجام نخواهد گرفت. اگر او ببخشد کسی نیست که مانع گردد و اگر او باز دارد کسی نیست که بتواند ببخشد. ذاتی که اگر دروازه رحمتش را برای انسانها باز کند کسی نیست که آن را ببندد و آنچه را که او ببندد کسی نیست که بعد از او بتواند بازش کند. پس بر هر مسلمان واجب است که به شدت از شرک و وقوع در دام شرک بترسد. حضرت ابراهیم علیه السلام که پیامبر و خلیل الله است در دعایش در سوره ابراهیم آیه 36 می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پروردگارا مرا و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور بدار. پروردگارا آنها بسیاری از مردم را به گمراهی کشاندند. شنوندگان عزیز، پس او که پیامبر است از شرک می ترسد و دعا می کند که الله او و فرزندانش را از شرک سلامت نگه دارد. دیگران چه باید بکنند؟ چنانکه ابراهیم تمیمی رحمت الله علیه می فرماید: پس کیست که پس از ابراهیم علیه السلام بدون دعا و کوشش از مصیبت نجات یابد؟ بنابراین هر قلب زنده‌ای باید از شرک بپرهیزد و همواره از الله بخواهد که او را از ملوث شدن به آن نجات دهد، کما اینکه بر هر بنده مؤمنی واجب است که حقیقت شرک و اسباب آن و مبادی و انواع آن را بشناسد تا اینکه از وقوع در آن در امان بماند. لذا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه می‌فرماید: مردم درباره خوبی‌ها از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرسیدند، اما من از بدی‌ها می‌پرسیدم، از ترس آنکه مبادا بدان گرفتار آیم. چون کسی که جز خیر چیزی نمی‌شناسد ممکن است به شری گرفتار آید، در حالی که می‌داند آن شر است. در این صورت یا آن را مرتکب می شود یا حداقل مانند کسی که آن را می شناسد دیگران را از آن باز نمی دارد. لذا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمودند: به طور قطع شیرازه اسلام از هم خواهد پاشید اگر در اسلام فقط کسانی رشد کنند که جاهلیت را نشناختند. دوری از تمامی انواع شرک و خالص کردن توحید برای الله یکتا اصل و زیربنایی است که باید همه عبادتها و طاعتهایی را که انسان به وسیله آن به پروردگارش نزدیک می شود به شمول حج و غیره بر آن بنا گردد. چنانکه الله متعال در سوره حج آیه 27 و 28 و 29 می فرماید: در میان مردم برای حج ندا درده که پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از هر راه دور می آیند رو به سوی تو آرند تا در منافعی که برای آنان هست حضور داشته باشند و نام الله را در روزهای معین بر چارپایان زبان بسته‌ای که روزیشان داده ایم ببرند و قربانی کنند. آنگاه از آن بخورید و به درمانده بینوا هم بخورانید. آنگاه باید آلایش‌ها را بزدایند و نذرهایشان را وفا کنند و پیرامون بیت العتیق طواف نمایند. پس می‌بینیم که الله متعال در آیات کریمه‌ای که از حج سخن می‌راند به شدت از شرک برحذر می‌دارد و به اجتناب از شرک امر می‌فرماید و زشتی این فعل قبیح و زننده و پیامد سوء آن را بیان می‌فرماید که مرتکب این جسارت بزرگ گویا مانند کسی است که از آسمان پرت شود که یا طعمه لاشخوار گردد و یا طوفان او را به جای بسیار دوری پرت کند. کما اینکه الله متعال خلیلش ابراهیم علیه السلام را در آیه قبل از این آیه مأمور کرده که خانه اش را پس از آن که او را در آن جای داده از شرک پاک گرداند و خودش را از ارتکاب در شرک باز داشته است و می‌فرماید: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و چنین بود که جایگاه خانه کعبه را برای ابراهیم با این دعوت معین ساخته ایم که چیزی را با من شریک میاور و خانه ام را برای طواف کنندگان و به عبادت ایستادگان و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه دار. پس بنابراین آیاتی که پیرامون حج آمده سراسر هشدار درباره شرک و بازداشتن از آن و بیان پیامدهای سوء آن است که به طور صریح و آشکار بر پلیدی شرک و خطرات عظیم آن دلالت دارد. الله متعال همه ما و شما را از شرک دور نگه دارد
و به همه ما در گفتار و کردار و اعمالمان اخلاص عنایت فرماید. تا فرصت دیگر در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. سفر حج برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. ان الحمد